بسم الله الرحمن الرحیم. من یه جیرفتی هستم، مثلا فاطمه مهیمی هست. بعد ما امریکا زندگی میکنیم و بله من با یه امریکایی که مسیحی بود ازدواج کردم و شیعه شدن ایشون. شما سوال کردید که چی شده که اونور دنیا شما بین مردمی که بی‌حجاب هستن و نمیدونم به اصطلاح مسلمون نیستن چرا شما حجابی شد؟ چون ما حجاب رو از دینمون میدونیم، از چیزی میدونیم که خداوند توی قرآن به صراحت گفته باید حجاب داشته باشیم. البته من اینو بهتون بگم، من از اول حجاب نداشتم. من حجابم 7 ساله که میپوشم. اینو میگم جلوتر که میگفتم همیشه خدا کنه آدم قلبش پاک باشه، خدا کنه حجاب یعنی چی؟ آخه اینقدر پارچه به درد چی میخوره؟ خدا حالا میاد میچسبه به این، در حالی که من چقدر کارهای خوبی کردم، کارهای خوب منو نگاه میکنه، میاد نگاه میکنه میگه به خاطر این حجاب. تا اینکه وقتی که شما قرآنو که میخونید، سوره نور آیه 30 و 31 که برای شما مرداست، میگه مواظب چشماتون باشید و اول به شما مردها تذکر داده شده، ولی بعدش به صراحت میگه خودتو بپوشون سر تا پا. و همون سوره نور آیه 60 میگه ای زنان فرتوت، بر شما گناهی نیست اگر حجاب نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر فرتوت نیستی گناهی هست. بعد از اون گفتم خب حالا یعنی چی؟ بعد سوره بقره آیه یا 6 یا 7، حالا دقیق یادم نیست، همون شما از 5 تا 8 بخونید، یکی از اونها که به صراحت خداوند میگه اگر با آیات من پشت کنید، من قفل به گوش و چشم و قلب شما میزنم. یعنی چی؟ به قلبت خیلی نمیتونی حساب کنی. قلبی که پشت به آیات قرآن کرده خیلی نمیتونی روش حساب کنی. نتیجتا اینو من بعد از اینکه دخترم در سن 8 سالگی به من گفت میخوام حجاب داشته باشم، من گفتم مامان خدا کنه قلبت پاک باشه. و توی یه محیطی هم بودیم که همه دونالد ترامپ رو دوست داشتن و گفتم حالا ترسیده بودم براش. بعد حجابشو پوشی و تا امروز در نیاورده. ولی بعد از 1.5 سال اومد من گفت مامان حجاب نمی‌کنی سرت؟ گفتم برو حالا شده ارشاد خونه ما. بعد ایشون نشست گفت مامان چند تا مرد بالای سن 14 هستش؟ گفتم میلیارد، من چه میدونم. بعد گفت که میلیاردها دلیل برای تو که حجاب تو داشته باشی. گفتم هیچ مردی جرأت نمیکنه. بعد گفت خدا که میخواد تو بپوشی. دیدم این بچه اصرار داره که من مادرش این حجاب رو سرم کنم. و بعدش هم که من یه حجاب ایرانی، به قول خودش میگه حجاب ایرانی کردی سرت. یعنی چی؟ یعنی یه شال میندازی رو سرت تا اینجات معلومه هی میافته. متاسفم ولی اینجوری گفت به من، گفت همینو بپوش. ولی اون پسرم که میبینه اونجا داره بازی میکنه، اون ارشاد خونه ما بوده. تا این حجاب من میافتاد فوری میگفت میرم به انیسه میگم خب این دیگه پلیس شده بود. بعد یه روزی نشستم گفتم من تا کی میخوام یه همچین حجابی داشته باشم که از ترس دخترم. گفتم پیدا میکنم یک فتوا، یک آیه که میگه نمیخواد بپوشه، یک سوره، هر چی که میتونم پیدا کنم. همچین چیزی پیدا نکردم. هر چی بیشتر دنبال نپوشیدن حجاب گشتم، بیشتر فهمیدم من باید بپوشم. و الان تأسف میخورم برای خودم که ای کاش از اول پوشیده بودم، چون به من یک قدرت خاصی میده، یک احساس خاصی میده. دوست دارم حجابمو، نه برای تو میپوشم نه برای ایشون، من برای خدای خودم میپوشم. هر صبحم که میپوشم خودم میگم حالا چون جالبی نیست ولی برای تو میپوشم، چون خدا نمیخواد که مدیون من باشه. خدا میگه خیلی خوب برای من میپوشی، پس من به تو پاداش میدم و میده. من با عشق میپوشم چون برای خدای خودم میپوشم. و افسوس میخورم برای خانواده هایی که در اینجا زندگی میکنن و
هر نگاه کنید همین امروز چقدر علی علی ما گفتیم، بعد میگن فلانی دزدی کرده من حجابمو در میارم. اگر حجاب رو برای فلانی میپوشیدیم، اگر حجاب رو به خاطر ما که شیعه هستیم، ما مسلمان هستیم، چجوری ما امروز صبح یه خانومی توی یکی از سخنرانی من به من داشت گفت که ما الگومون این خانم چادری بد اخلاقی که توی گزینش کار میکنه و به من اینو میگه و به من اونو میگه. اون مشکل تو همینه، الگوی تو یه خانم تو گزینشه، الگوی ما باید فاطمه الزهرا باشه، باید زینب کبرا باشه. پس اگر اینجوری من توی امریکا زندگی میکنم این خانم بد اخلاقو نه میبینم نه چیزی، پس ما باید اصلا پشت به اسلام کنیم. و خوشحالم که خداوند چشمان منو باز کرد و این همیشه فکر میکردم من دخترم رو باید مسلمان کنم، نمیفهمیدم که این دختر من به دنیا اومده که منو به راه راست هدایت کنه. در حالی که من داشتم به اون یاد میدادم، دخترم من چشم منو باز کرد و بهش افتخار میکنم، به دخترم افتخار میکنم. هنوزم که هنوزه، هم خودش هم پسرم 10 سالشه خیلی حواس جمع نسبت به حجاب. توی کرمان داشتیم میرفتیم، این خانومی بدون حجاب کامل داشت حرکت میکرد، دو پسر من بدو رفت دنبالش، حجابت یادت رفته؟ گفتم مامان رو بیاییم داد دنبال. بعد گفت مگه اینا شیعه نیستن؟ گفتم نه مامان نمیدونم، ممکنه نباشن دیگه، حیف صد حیف. حجابتون رو اگر به خاطر نظام میپوشید یا به خاطر نمیدونم گرفتن کار میپوشید، خب یکی تو نظام اگر اشتباهی بکنه شما حجابتون میندازی کنار، پس شما به خاطر خدا نپوشیدید از اول. اگر برای خدا میپوشید، محال از عقل کسی دزدی بکنه و شما حجابتو در بیاری، محال از عقله. به عشق خدا حجابتو بکن سرت. من میگم من هر موقع یک کاری میکنم میگم خدایا برای تو. بعد حاج آقا عالی اینو میگفتن خدا که نمیخواد مدیون بندش باشه، خدا که نمیخواد مدیون بندش باشه، فوری پرداخت میکنه. و من سعی میکنم، نمیگم خوبم، اصلا هم نمیگم خوبم، ولی سعی میکنم که برای رضای خدا هر کاری میکنم.